نشانی مشهور لندن، لندن آی یا چشم لندن. لندن آی در مرکز این شهر قرار داره که جای سیاحتی است و روبروی پارلمان بریتانیا و چهار اطرافش که میبینین دفاتر دولتی و تجاری است. مرکزی است که ده ها دفاتر از تمام کشورها و جهان اینجا دیده میشن. چشم لندن یا لندن آی 135 متر ارتفاع دارد که به عنوان یکی از جاذبه های توریستی لندن محسوب میگردد. این چرخ فلک در ساحل شرقی دریای تیمز و تقریبا روبروی ساختمان پارلمان بریتانیا واقع شده است. چشم لندن با سرمایه‌گذاری بریتیش ایرویز تأسیس شده و از سال 2000 مورد استفاده مردم قرار گرفته. چشم لندن از زمان افتتاح تا ماه می 2006 با عنوان بلندترین چرخ فلک جهان اروپا شناخته شده است. از این که در طرف چپ ما که گفتم لندن آی دریای مشهور تیمز قرار داره که مشهورترین دریای اروپا به شمار میره. با وجودی که این مردم از لندن آی دیدن میکنن، شما ببینین کشتی ها هست که مردم تکت میخرن برای سیاحت میرن و دیدار میکنن و از تمام قصه های تاریخی دریا خود مستفید میسازن.